تازه ترین تصاویر سکسی و عجیب آریانا سعید از دبی. آریانا سعید برای چی به دبی سفرهای مختلفی داشته است؟ سال روز باور نکردنی و به دور از تصور آریانا سعید در دبی، تحفه عجیب اسیب سعید نامزدش و کارهای جالب آریانا سعید در دبی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یک تن از اسطوره‌های ماندگار و درخشان در هنر موسیقی افغانستان، هنرمندی که با سبک هنری خاص خودش دل میلیون‌ها افغان حتی فارسی زبانان جهان را به دست آورده است. آریانا عاشقانه به هنر آوازخوانی‌اش می‌پردازد، علاقه‌مندان و طرفداران هنری خودش را دارد. آریانا سعید یک مدت طولانی می شود کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است و مصروف کارهای سیاسی و تجاریش می باشد. آریانا سعید در امریکا نهاد سیاسی ساخته است و در دبی قرار است رستوران های زنجیره‌ای به نامش بسازد و در کشور ترکیه دوباره برند لباس هایش را افتتاح کرد. آریانا سعید مدت دیری می شود در دبی است و در محافل خوشی هموطنانش اشتراک می کند. آریانا سعید تصاویر تازه‌اش را در صفحات مجازیش نشر کرده است که کاملا برهنه در دبی زندگی دارد. اما آریانا سعید تا کنون دلیل نشر این تصاویرش را نگفته است. اما جالب اینجاست آریانا سعید بار دیگر صورتش را جراحی کرده است و به همین خاطر مدت می شود دیگر آواز نخوانده است و در کنسرت اشتراک نکرده است. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند کشور خود از بارگاه عزت الله تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو آریانا سعید خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.